چگونه صبح زود به راحتی از خواب بیدار شوید؟ اگر دانش آموز یا دانشجو و یا کارمند اداره یا بانک هستید و مجبورید صبح زود بیدار شوید، به این چند نکته مهم توجه کنید. برای خوابیدن و بیدار شدن راحت و بدون دردسر، قبل از خواب یک دوش کوتاه آب گرم بگیرید و موقع خوابیدن تمام چراغ‌ها را خاموش کنید و دمای اتاق را بین 20 الی 23 درجه سانتیگراد قرار دهید. برای راحت بیدار شدن از موزیکی که بسیار دوستش دارید استفاده کنید. ساعت زنگدار یا گوشی خود را در جای سختی مانند بالای کمد قرار دهید تا به راحتی نتوانید زنگ آن را خاموش کنید و مجبور به بلند شدن از رخت خوابتان شوید. بعد از ظهر حداکثر 15 دقیقه چرت بزنید. چرت بیشتر از 15 دقیقه باعث می شود تا شبها دیر وقت بخوابید و در نتیجه صبح زود هم نتوانید به راحتی بیدار شوید. از مصرف قهوه و مواد کافئین دار و نوشابه‌های انرژیزا پس از ساعت 3 بعد از ظهر خودداری کنید. این مواد باعث به هم خوردن خواب شما در شب خواهند شد. تا یک ساعت قبل از خواب به هیچ عنوان با گوشی موبایل خود کار نکنید، زیرا کار با موبایل باعث می شود مغز شما فعال شود و دیر به خواب رود.